ای نازنین با ما نگاه. لبه در همین نزدیکی ها یک باغ بود است. در کجاست میدانی؟ ها میدونم. بالاتر روی طرفی راست گردید. دخترک را دوست دیدند. کنی شین در ماشین. شین گفتم شین. بشین در ماشین. خدایا به چه روزها رسیدیم ها؟ در آشخانه مکتب سمبوسا نیست. به قهوه خونه میرویم. چونو گرسنه موندم کی؟ با خدا من هم گرسنه موندم. تو میایی؟ مایلش میایم. ها نباشد رفتیم. همین رنگ چی خیل؟ یا ایواز کنم؟ با فکر من که خاکسترنگ بهتر بود. این نوربانو این میای تو چگونه است؟ دیلگیر نشده باز گفته ای. مگر تو دیوانه ای؟ لیکن موافق قاعده های مکتب کدام قاعده؟ هیچ کس قاعده مایده را گوش نمی کند. دیرکتور هم چیزی نمیگوید. تو به این مکتب نوامدی کو. این مکتب را مکتبی. پیشترت فکر نکن. اگر من مثل تو خوشرو بودم. درست، اما پدر و مادرتان چیزی نمیگویند؟ نه چی میگویند؟ ما با مادرم یک جای با آرایش خانه رفتیم. نه هم با پدرم هم بسیار معقول شد. پدر تو چی کوره؟ ساختمان چی؟ نه بوار کردین. چرا؟ پاید رو دراز کن. دوگونه بیبی کلان هم این پای افزالیت رو نمیپوشده؟ اگر که پدرت باید باشد یکون پای افزالی فسونگی. دیر موندم. مادرم خواتیر می شود. ما رفتم. پگاه می بینیم. خیلی نازمون. امروز با مرکز سبدای پیرامید تماشا می رویم. شاید یگون چیز هم می خریم. یگون پای افزال می بینیم. تو هم بیا. اصلا اومده نمی توانم. مادرم اجازت نمی دهند. لیکن امروز یک جا می روند. از روی وضعیت شاید گریخته بیام. مایلش؟ اگر توانم نگوی البته بیا. اینقدر دختر نغز نشب. عجایب ها. تو بازدید. مندرس سردارم غم نخور. یاری تجلی در راه است. سردارم این را بکیرا جانم میدی؟ لازم نمیشود. خودت میدی. دخترم با تو امانت. بیا صورتت را گیرم. این خیلی نمیشود. کمی تبسم کن. درای گیت. محترم سردار، یک خبری آدم دزدی. یک دخترک 15 ساله. رزیلان. فهما تو حادثه را زیر نظارت گیر. خوب شده است. محترم سردار، ممکن است به جنازه بیایم؟ خوب بیا. بعد از عصر در مسجد محمود پادشاه. بله. شاید دانی.
با چشم چی شد؟ هم تو تصادفاً هیچ گپ نیست. خرج که جای کار نماد با تو پسند است؟ البته سردار، البته برای من فرق ندارد. مادر بودن آسان نیست. از این رو توی چند وقت در همینجا کار کن. من حاضر به خانه در آمده از اونجا به جنازه میگذارم. مایلش سردار، من هم البته تو هم بیا بچه ها را تشکیل کنید. یگان گپ شده است؟ نه سردار. تشکیل برای چی؟ به جنازه کمیسار مندرس. بیچاره مندرس از برای کیم که مرده رفت حیف شد. کمیسار مندرس حیف نه بلکه شهید شد. مردانوار شهید شد. اگر برای شهید شدنی او کسی را گناهکار شمارید از عقبش نید در رویش گپ زنید. محترم کمیسر. چه؟ نقشه رو کمتر بر وقت گیری می شود یعنی امروز بس هلده خبر میدیم. نه یگان مشکلی نیست. پروا نکن نشود پگاه از روی نقشه میکنیم. فهمو؟ سلده کاری پگاهی نه امروز تیز پسان کرده بیا. اما اونجای از روی نقشه برادر گوگر داری؟ حاضر یک دقیقه. اکا سیگارت کنی. اکا ردکت حتی سیگار را بس کرد و ما نمیزه کشیدن. اکا جان و من نگاه کن توست راستم دیگر تو رو در این کچا نبینم. فهمیدی احمد؟ اکا جان آخر من چیکار کردم؟ یک پولیتیکا توستیت را بینم در همینجا بینزیر رخته می سوزانم. فهمیدی رزیل؟ مایلاش گمشو تیز گمشو گمشو گفتم رو. خداوندو التجا میکنم نگذار که از پشت همین رازنها خطا کرده. توبه را شکنم. التجا دارم. فقط این کنده را در کجای دیدم؟
ها دخترم؟ 2 درس آخرمون نشد. معلم کسل بود است. ما هم بر وقت آمدیم. دادا بخیر است؟ اینجا خانه من نیست. یک درایم گفتم اگر اجازت عالیتان می بود ملکه نوربانو. نه یعنی شما رو اکثر وقت در خانه نمیبینیم دادا جان. اوه برای همین اوچک کباب دستهایت را شوی، لباست را عوض کن. مالش دادا جان لبای دخترم. چی یک پای افضل ورزش کرده میتونی؟ برای من برای درس ورزش؟ نه دادا برای هر روز پوشیدن. درس ورزش نباشد پای افضل ورزشی را چکار میکنی؟ دادا اکنون زمان شما نیست. اکنون با شیم و کاستوم هم پای افضل ورزشی میپوشند. دخترم اول یک بار پرس کنی پدرت امکانیت دارد. بین هم یک دنیا قرض داریم. در مکتب همه دوگانه هایم دارند. آنها دارند گفته تو هم باید داشته باشی. اوفه میدونستم همیشه همین خیر. لباسهایت را هر طرف نپرتاب. خیر من رفتم. نجیب من درباره قرضهایمان به مادرم گفتم. از پدرم کمی کمک خواستم. بعد آیسته آیسته میدهیم. گوش کن. 16 سال میشد ما تو خانه دار هستیم. حالا همه را نمیدانی؟ وضعیتی پدر بسیار خوب است و میدونی کو. تو چی حالا همه را نامختی؟ از حاله تو من قرض پس نمیگیرم. تو با کارهای مادی خانه دخالت نکن. پدرم با صورت حسابی تو یک مقدار پول گذرانیده است. چی؟ 10,000 لیره به فکرم. این را بگیر. پول را با پدرت برگردان. فهمیدی؟ کادی مخفیم. سنه تولدی تو. خداوند کریم در قرآن می‌فرماید هیچگاه آنهایی را که در راه خدا کشته شده‌اند مرده نپندارید. برعکس آنها زنده هستند. آنها در نزد خداوند خود از نعمت‌هایی که از لطف خداوند به آنها داده شده است استفاده بوده خرسند میباشند. اگرچه ما نمیبینیم لیک آنها حیات خوش و خرسندانه به سر میبرند. ما نشنویم هم آنها با صدای بلبلان باغ جنت شاد میگردند. چی خوش به حال آنهایی که شهید شده و نزد خداوند خود شعبه کمک که همچون شعبه عملیات فوری در نزد ریاست کارهای داخلی شهر استانبول تشکیل شده بود در عملیات یکم خود یکی را از دست داد. لیتنانت کلون میلیتسیا مندرس ریحان در عملیات شهید شده. نفران زیادی منسوب به گروه غیرقانونی جنایی دستگیر شدند. لیتنانت کلون میلیتسیا مندرس ریحان از کارکنان موفق و جسور پلیس بوده. خبر مرگ تمام کارکنان پلیس را سخت اندوهگین نمود. شما تو پیرامید نرسید حالا؟ ها مادرم در خانه نیستن. شاید بیایم. در کجا با میخوریم؟ در نزد قهوه خانه؟ تمام خوب تا دیدن. تمام.
ها این تویی؟ چرا بر وقت اومدی؟ درسم نبود. تو اینها رو مناظر الپر جان نگاه کن. بین مادرمون نیستن. من یک ساعت بیرون میبرایم فهمو؟ مادرم ناومده برمیگردم منش جانم. با کجا میروی؟ چیکار داری؟ با رفیقانم با میخورم لیکن با مادرم نگویی التماس بین خودمون ماند. با یک شرط. مایلش وقتی اومدن شکلات گرفتم میارم. مرا میدونی؟ مایلش تو بازی. مایلش نگاه کن. دریاداری وقتی که این رو گرفته بودم. نجیب امک پدرم نمیآید دیگر. او میآید. فقط ما او رو دیدن نمیتوانیم. اما او ما رو میبیند. چه خلاقه من او را دیگر نمیبینم. پدرت تو رو میبیند. بس نیست مگر؟ اگر گریه نکنی شاید تو هم او رو ببینی. مایلش گفته تو رو میکنم. گریه نمیکنم قهرمانم. برای تو گریه نمیکنم. خیر تو بازدید. سلام. درباره یک مواد آرایشی در بین جوانان پرسشنامه میگذرانم. 6 تا سوال دارم. وقت داری جانکم؟ چقدر دوام میکند؟ یک چند دقیقه. مایلش الان در اونجا ماشینمون ایستاده است. در داخل اون میپرسم. مایلش در روز دوام نمیکند؟ پروا نکن جانکم، دیر دوام نمیکند. رفتیم. نرسیدیم. مرحمت. اوف، مسئله حل. اینقدر دیر کرد.
ای خدایه تلفنش خاموش است. با مادرم زنگ زنم. نه بهترش نه. باز در بلا نمونم. گیروز جانکم، غیر تقدیر الهی از دستمون چی می آید؟ میدونم آبا، میدونم، لیکن بعضا آدم خودش رو داشته نمیتواند. همون وقت من تریزا تازه میکردم. من در حال با 155 زنگ زدم. رقمی دولتی ماشین را میدانید؟ نه. آن آدم را اگر بینید میشناسید؟ نه. همه چیز در یک دم شد. پشتش طرفی من بود. نمودی ماشین چگونه بود نمیدانید؟ به خدا از هیجان فرق کرده نتوانستم. یک ماشین عادی میدونستگیتون، ماشین ده تمغش رو نمیدونم. یعنی ماشین کلان میکر اتوبوس برین بله؟ نه ماشینی سبکرو. تشکر. بیامان دکتر، نمونهش رو روان کردیم کو. مایلش یک چیزی دیگر است. تو پرو وقت داری ها؟ مایلش در تماس میشویم. خیر. با دستت چی شد ها؟ هیچی نیست. مایلش دکتر شاید پگاه بگاه بیاید. وقتی آمدنی و بازم میخواد فکر نکند. شیف چی شد؟ با فکرم نفهمیدی. چرا؟ در پایان یک دختر نه، دو دختر هست. وقتش رسید. سال هاست که انتظارش بودم. چی شد اپا؟ اپا گیروز جون، من روم. کودکان تنهایم. خواطر نشوید، در خانه‌اند. ایستید به دستتون ملهم بیمولم. نه لازم نیست گیروز جون. من روم. برای چی؟ دیر شد گیروز جون. الپیرل گروس نماندگیست. نور بانو هم به او خوراک پخته نمیتواند. من بهترش روم گیروز جون. دخترم، تو هم کمی استراحت کن. می آمدگی ها هستن. مایلش خودتون میدونید، مجبور نمیکنم.
یعنی مهمانی نوامون امین خودی خودش تنجای مهمانی در درون بوده رو بگو که خاموش ایستد. خوب اکا و اگر نه مهمانی نوامون ناراحت می شود بس نوربانو بچه جون اپا اتراگوی در آشخانه به من یاری کند تیز. اپام بیرون رفت. چه خیلی به بیرون رفت؟ با دوگونه هایش وا بخورده است. کدوم دوگونه؟ کدوم واخوری در این ساعت؟ 1 ساعت پس میایم گفته بود. من به او نشون میدهم با دوگونه هایش وا میخورده است ها؟ تو هم برای چی به من خبر ندادی ها؟ نه تلفن توست؟ این خیلی باشد به مادرت زنگ زده خبر میدیم. خواطر نشود. آچه جون نوشتگی. گرفت. انا زنگ زده ایستاده است. الو دخترم چی گپ؟ سلام خانم. الو چی مرا نمیشنوید؟ آوازم نمیآید؟ شما کیستید؟ نوربانو کجاست؟ دختر است در پیشم. آوازش رو شنوید؟ آجا جان خیلی که شنیدین خودش بسیار خورسند، لیکن افسوس که امروز به خانه اومده نمیتواند. ما باید به شما زنگ میزنیم. نه اسمانید خانم، لیکن به پلیس خبر میدیم نگویید. آجا جان اما سرجه مرا التماس. تنجای همش خوب میشه. دخترم نوربانو. اپا همش خوب میشه بده پا. آقا جان راست است. این احوال رو بین. همین سهر یک دخترک را دوست دیدم. حاضر باشه دختری مرا. آدم نمیداند که لحظه دیگر چی به سرش می آید. رفیق سردار، گروه تکنیکی رو خبر دیم. جایی که از تلفن موبیلی نوربانو زنگ زدن شاید پیدا کنیم. نه آنها پیشکی نقشه کشیدند، چون دختری سردار ریاستی کارهای داخلی را دوستیدند. یا کم تجربه یا احمقند. بله ملش تیمور چکلی که نباشد، تو از پای گروه تکنیکی شو. دیگه تو با من بیا.
وقتمون کم. شما رهبر صنف دخترم میباشید. میدونید که رفیقان نزدیک دخترم کیهایند؟ میدونید به این مکتب آمدن نوربانو رو وقت بسیار نگذشته است. لیکن هنگام نوبدار بودنم در راه رو یا صحن مکتب بیشتر رو با دوگانش میدیدم. آنها کیستند؟ ما در وقتی درسای خالی همیشه به اینجا میاییم. امروز هم به اینجا آمده بودید؟ بله، دیروز هم اومدیم. لیکن وای بسیار ننشست. یعنی نوربانو مادرم انتظار میشه گفته عادتا بر وقت میبر اومد. اکثری وقت ما نشستن رو دوام میدادیم. خوب، امروز وقتی آمدن کسی شما رو پیگیری کرد؟ در اینجا یا در مکتب؟ یگان شخص شبهناک؟ نه، اینجا مانند بوفت مکتب است. از دیگر جا آدمون کم میآیند. عادتا طلبگان میآیند. قهوه‌خانه نزدیک همین است. هنگامی بر آمدن دقت شما رو یگان چه جلب نکرد؟ نقص فکر کنید. حیات دخترم شاید به همین وابسته باشد. نه، هیچ چیز دقت ما رو جلب نکرد. هر وقته برین. به این هم ما به طرف‌های گوناگون میرویم. بعد از کمی راه رفتن من به قفا نگاه کردم. ما بعضا با نوربانو شوخی میکردیم. یک چند چیز دقتم رو جلب کرد. چی؟ یک زنی معلموی زردینه و نوربانو نزدیک شد. در دستش یک ورق بود. لباسوی شینم بود. شاید انکیتا میگذرونید. بعد ما با گردش رفتیم. دیگرش رو نمیدونم. محترم سردار، سلامت باشید دوستان. اگر یگان چیز به خاطر آوردید البته به من زنگ زنید. ساعت چندی که نباشد زنگ زنید. خب فقط تشکر از شما. بخشش میپرسم. این رقم تلفن من تاکید میکنم که البته به من زنگ زنید. خدا خواهد دخترتان را به زودی مییابید. آرام شوید اون رپا، همش خوب میشود. آرام شوید. آرام، همش خوب میشود. دخترم دخترم را دزدیدند. وای دختر جون. ینگا جون، شما کمتر شینید. آرام شوید. التماس میکنم. شما اگر این کم کنید حال ینگا هم باز بدتر میشود. التماس آرام شوید. ینگا جون، خدای مخموره اگر شما این تر کنید آخر آرام شوید. التماس. الپران جون زیخ نشو، گریه نکن. اپات رو البته مییابیم. همش گناه من. اگر با مادرم زنگ میزدم این خیلی نمیشود. کیروس بیاید شما هم به خانه روید. دیر شد. بیاید روید. مالش. دقت صاحب قهوه‌خانه و پیشخدمتان را چیزی جلب نکرده است. مشتریان اکثر طلبگانند. بعضا کلان سالان هم می آمدند. در نزدیک یک دو کارگاه است. از آنجاها نیز آدمان می آمدند. هیچ چیز پیدا نشد. همین که دارو شاید صاحبان همین دکان‌های گوشه و کنار دیده باشند. ببخشید. سلام جانکم. جانکم کار برآمد. می آیم. نمیدانم تو چی خیلی؟ ببخش. مالش تا دیدن. یگیت تو به خانه رو. لیکن حاضر رو. خوشکی باشه سر بر وقت به اینجا می آییم. خوب شده است. مرکز پرودوسری همصدا تقدیم می‌کند. برنامه کنسرتی همصدای دلها با شرکت ستاره‌های استرادای تاجیک. سیکریومو حکیمون، مهربانی
равшан. Амрохон Ракимов. سلام. Зиёддин Нурзод. Рӯи چی حال داری؟ шиками занад дам. имрӯз пагоҳ мезояд. соат намедонам чанди шаб. дар хона танҳо. то ин вақт дар хона нестӣ. ба фикрат бояд чӣ хел бояд бошам? درست میگویی. لیکن کارم همین. ба ман корпор нагӯй. корам нагӯй. نازان وقتی اویله‌دار شدنمان میدانستی که کاری من وقتی کاری من نامرتب است. лекин то ин дараҷа ҳам не. аз шарқ омадем. ҳама чиз нақс мешавад гуфтам. дирӯзакак як рафиқат шаҳид шуд. вақти корият номаълум. ҳеҷ чиз тағйир наёфт. ҳеҷ чиз. چی شد؟ نازان نازان ҳеҷ чиз. то аз паси корат шав. занат аз ӯҳдаи худаш мебарояд. نازان نازان بیا بیا تو را به جای خوابت برم. بیا. خوش آمدید. یگان خبر هست نجیب. پلیس کاری خطرناک است. دشمنش بسیار. به زمین معاشش دو پول. چند بار گفتم بیا مغازه ما را کار فرما، لیکن از کجا؟ کی گوش میکند؟ کی؟ بین نتیجهش همین. خدای مخموره. танҳо кӯдакони полисҳоро медузданд. ин хел накунед аз баҳри худо. охир гуноҳи якам чӣ? кори ӯ ҳаёти мо бар ин одамонро муҳофизат кардан ва ғамашонро хӯрдан аст. фаҳмидед? ин нағзу духтарам кани наберам нест. амаки собит, шумо калонтари моед. бояд камтар матин бошед. ай. اوچا چی شد دخترکم؟ بیا. دادم امروز هم نمی آید. نمی آید. نباشد خوابم نمی برد. خواب کنی در خوابت می بینی. می بینی البته جانکی من. در اطراف یک چند مکتب است. انکیترون تست می آیند. دیروز دقت شما را یگان کس یا یگان چیز به خود جلب کرد؟ دیروز کارهایمان بسیار بود.
اهمیت ندادم. نفس فکر کنید خانم. یگان که داری زردینه شاید به چشمتان آموده است. یک مدت با یکی از مشتریان کرسی نشان میدادم. یک زن دقتم را جلب کرد. گفتگیتان بر این زردینه در دستش پاپکه بود، مثل آنکه تارون مقرری بود. اما زن بسیار خوش سر و لباس بود. خوب؟ چیکار گویم؟ گویا آنکه تر نبود. برای چی؟ چون که بعد از درس ها با وجود اطراف پر از طلبه بودنش به کسی اهمیت نمیداد. دختر جوان؟ دختر جوان گفتید؟ نقص به خاطر ندارم، چون که یک لحظه دیدم. خیر بعد همون زن از پشتی همون دختر رفت. تمام؟ چه تمام؟ گوش کنید، در اون وقت با یک مشتری بند بودم. اون چی به خاطر دارم همین. لیکن از اول انکه تو را ندیدم گفته بودید. گفتم که اون زن به انکتر اونقدر مانند نبود. گویا کسی رو برای واخوردن انتظاری میکشید. 160. زی جان تو از پشت کارت شوه کن. ینگه جان پروا نکنید، من اجازت گرفتم. ایسا من جواب میدیم زی جان. الو سلام شکنه آزما. میگو دخترم در کجاست؟ دخترم در کجاست؟ سوالتون جواب میدیم. آروم شوید التماس. تنها از شما یک خواهشی خورده دارم. فقط که دخترم را به من برگردونی. مگه با جایی که با شما باید بگویم در یک سوکه سیاه 250,000 بیارید. بیارید دخترتون رو گیرید. چی؟ 250,000؟ 300,000 شد. شما چی میگویید؟ 400,000 شد. چه دخترتون به 400,000 نمیارزد مگر؟ برای جای پول رو ماندنتون زنگی برای انتظار شد فراموش نکنید تا پگاه وقت دارید. نباشد دخترتون رو دیگر نمیبینید. نوربانو به شما سلام میگید. ینگه جان چی گفتن ینگه جان؟ محترم سردار، همان دختر دیگر چکدیم بین آنهایی که او را و آنهایی که دختری شما را دزدیدند شاید یگان پیوستگی باشد. چه پیوستگی میتواند باشد؟ باقی هر دو حادثه را یک جای کنیم به یگان نتیجه میرسیم. ما در دست یگان اسنادی نداریم. گپ زنش در. پنهانه نگاه میکرد نجیب سردار. وقتی که من فهمیدم راهش را بریدم. یک لرزاندمش تلخه کف شد. اگر کارهای همون رزیل باشد دعا کند که پیش از کارکنان عدالت به دست من نفتاد. چهرهش را در یاد داری؟ البته آینه برید، اکرانی پر برید. به همکاران ما صورت رابطش رو کشیده میتوانی؟ والله رابط پابط نمیفهمم. لیکن خواهی اگر نسخهش رو برآورده میدیم سردار. لیکن باز یک چیز دیگر است. من این نامرد رو میشناسم لیکن از کجا نمیدونم. وقتی در داخل بودنم حافظم ویران شد. همه چیز رفت از خیالم. از اون روز اعتبارم فکر میکنم و یادم نمیآید. خب یعنی نامش رو میدونی؟ رفیق سردار، این حریف از سیاحتی پیش از توبه کردن نمی باشد. این شنیق. لیکن هرچند مطار را کار میفرمایم برای افتن تماما نمییابم. هیچ گپ نه، این هم نمی کار. به هر حال به شعبه می رویم. تو صورت رابطش رو میکشی. برای خط سابق اطرافیانت هم سبقانه چشم انداز. شاید به یاد بیاری. یک فکر کن. با جان دل. نوبه زنک.
400,000 پگاه پول میپرسند این بیناموسان ها کجا زنگ زدن خانه خوب یکون خبر هست نه تا حال نیست янга ҷон ягон чиз менӯшед ҷонака اوچا духтарам تو حال یگان نشان نیست نشود که دخترم را کشند 400,000 ها با پول پیشینه 400 میلیون ҳамон ду хона ва мағозаамонро фурӯшем чӣ این خیل گفته فروخته نمیتوانیم ده تا پگاه چه خیل میفروشی فقط در بانک به گرو گذاشته قرض گرفته میتوانیم نه یک چاره داریم از سودخور میگیریم دخترم صبر کن یک چیز به خاطرم رسید یک همسایه ما را پسرش گم شده بود آنها را میدانم که یافته بودند دخترت گم شده است بله یگان چیزی دخترت در دستت هست парто даруни коса янга чӣ кор карда истодаед ҳамин зане ки ҷодугар духтаратро меёбад ақлатонро хӯрдед магар зуд бош вагарна ман дар ин соат фол намедидам парто номи духтарат нурбону гуфтӣ а? нурбону номи ту чӣ? ҳунар духтарат нурбону дар лаби соҳил дар боғ дар харак нишастагӣ дар наздаш як ҷавон аст бӯзбала қад баланд чӣ хел мешавад духтарат худаш ба он писар гурехтааст аз ту пул мепурсанд фиреб мекунанд духтарат бераҳат шудагӣ охир духтарам ҳоло 15 сола аст айби ман чӣ париҳо чунин мегӯянд янга ба ӯ бовар накунед охир духтаратон ҳанӯз хурд аст дар боғ 1000 лира лабай 1000 лира мегӯям оча рафтем тез равед вагарна аз даст медиҳед тез тез овезаро гирам гир тез 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 рав рав دخترم دختر جان ана дидед гуфтам ки ба ӯ бовар накунед шояд рафта бошанд аз ин ҷо дар ҳамин ҷо ягон духтари 15 сола надиде ба то монанд духтарам не не
ما یک نیم سال در همین جایم. غیر ما یک کمک پیر با یک خالای پیر بود. دیگر کسی نبود. گفتم که ینکه جان بیایید برگشته باز به نزد فالبین می رویم. زود زود زود. رفیق سردار از گروه تکنیکی خبر اومد. از تلفن موبیلی دخترتون هنوز یگون نشان نیست. غیر از این رقم تلفنی که به خانه شما از آن زنگ زدن رقم تکسفون بوده است در کدوکوی. وقتش معلوم نیست؟ در نزدیکای کلبه تلفن یگان شاهد بودگیست؟ تیز گفتگو کنید. خوب سردار، لیکن گفتنمان نتیجه نمیدهد. در یاد ندارند. هر روز شاید 1000 کس از آنجا تلفن کند. تیمور بچه‌ش رفیق سردار دیوانه شدم. من این آدم را از کجا میشناسم؟ حالا هم به یادم نآمد. ایداد دز باشه قلهایم را دوست با در کوسد یگان چیز پرتو شاید که یابی. تو چی خیلی خوبین هستی که حتی قلهای خودت را یافته نمیتوانی. من با شما میگویم که مرا غارت کردن. میفهمید شما کی تو را غارت کرد؟ تو خودت همه را غارت میکنی. خلاب رفتیم من یگه کمک میکند. قلهایم را دزدیدن آخیر. غارت کردن مرا. الو استای لعنتی. دخترم یافت شد. کجایی؟ چه یاری دیگه میگویم التجا با کار ما همراه نشد. نجیب ازارم مده. کجایی؟ خونم سخت میگویم. چرا مرا میبرید؟ شما باید دوست ها را دستگیر کنید. سرده میگویم. سرده میگویم با تو. سرده. محترم سردار این فالبین جین و پری دارم گفتم مردم را گل میزنند. پرونده جنایش را باید دید. او را بارها برای خلابه دستگیر کرده بودند. فهمو سردار فهمو. زنی پلیس شده خرافات پرستی میکنی؟ من مادرم. برای یافتن دخترم هر کار میکنم. این چی باشه؟ نجیب سیجان همتون به خانه دیگر گذارید. اکا بخیر است. چرا من به خانه دیگر میگذاشتم؟ خواهش میکنم به خانه دیگر گذارید. بسیار خواهش میکنم. بیا رفتیم. کنی زنک تو هم برو. میمورم و نمیبرویم. در آن چی هست دیدن میخواهم. زنک گب رو گوش کن. در داخلش چی هست نمیدونی. نجیب تنها فرزندی دوست می جگربندی من هم هست. من هم حق دانستن را دارم. بیا
Hocacığım. Hocacığım. İltimas hocam. Lütfen bana havuz güneydi hocacığım. Dedeciğim bana havuz güneydi. Necip. زنک به خود بیا وای جگر بندم چی کار کردن شو جانم شو زیر نشو میابم او را انشاءالله میابم الو واه هنر خانم خوب است البته شرفی با شما هم صحبت شدن رو به دست آوردیم تو کیستی ابله؟ اوه رفیق سردار این طوری نیست مگره من با تو چی بودن عیب رو نشان میدهم پاچتای مرا گرفتید چهره که ببیند حتی بخوانه هاتون در آمده میتونم امیدوارم فیلمی فرستادم رو قبول کردید حریفی بیناموس نه طرفی خوبی مسئله نظر نمایید هیچ نباشه دختره دارتون رو زنده است شما رو خرسند کنیم گفتنمون کردیم بیانگه با پلیس خبر ندید گفته خطا کردیم کو تمدراگیر ابله چی میخوایی؟ کمزن کی را به گرو گرفتنم را از اول میدانستند محترم نجیب سردار اکنون گوشهایت را کلانتر گشا تو چی ها میگوی ابله؟ گفته هایم را به جان آرید دخترت را به قتل میرسانم چی میخوایی؟ درخواست پول است؟ بیانگه 400,000 گفته بودم با تعلق افتاده بود شوخی بود البته با من پول من لازم نیست خیر چی میخوایی؟ تو باید یک کس را کشی فخری جنگاز را در محبسه بینم را میشناسی برای امروز ساعت 7 در کارخانه کونه کیچسازی به قتل رسان الو 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 تیمور از پروکورور اجازت نامه گیر با تعقیب تکنیکی زنگ زن رقم شخصی رو که به خانه ما زنگ زده بود معلوم سازن زود باش خبری تو رو انتظارم من در اداره میشوم تیمور از تلفن نقشم گوشتانش رو گیرم بله سردار با دیویدی در دستم بودم مقایسه نمایید حتی لفافه دیویدی رو تفتیش کنید بچه ها دیدن آخر آن تکسافان است صدها پای دست میماند معین ساختن کمی دشوار خواهد شد گوش کن تیمور افسانه نخوان ما در دست دیگر چیزی نداریم خردترین امکانات را استفاده باید کرد نمیدانیم اگر اکا دختر آمد با تخونه بر می آیم نور را نیست خوابون خوب اکا حاضر خوابت می برد دکتر در درون است همین دختر است خوب جراحی میکنیم سلام کمیسر علاقه مدیر شدم بشین البته چند سال شد همینطور نه چه علاج عادت شده از تنها 2 روزم ماند انشاءالله رفیق سردار بعد از آن آزادم با تو در خصوص مسئله مهم باید صحبت کنم فخری دختر به 2 گرده زیاد زیستن نمیتواند خودتان میدانید که البته باری اول نکرده ایستاده ایم که یعنی
عضوهای باقی مانده‌اش را نیز گرفتنم ممکن. از این سبب نرخش را کمی اره میکنم. افسوس که در شرنامه این نیست دکتر. میدانی که تو دختر را با دستگاه دیالیز پیوست کن بس است. گیر حساب کن. لازم نیست. به کجا می رود؟ هنوز معلوم نشده است اما نیکولاس گفته که یک مشتری فرانسوی دارم. بسیار عوضمند است. اگر بافته ها موافقت نمایند به وی روان میکنیم. حالا همین خیلی؟ بله جناب صاحبی. برای دخترتون غمگینم. به این هم چند روز است که در دادن اجازتنامه ها مانع نمیدیدم. اما این درخواستتان ناممکن است. گوش کنید جناب صاحبی. فخر جنگاز را نمیکشم. یگانه چیزی که باید اجرا کنم امروز او را ساعت 7 به جای تعیین شده باید برم. باقی مانده‌اش را خودم حل میکنم. اما شخصی میگفته که اتون پگاه آزاد میشد امروز نی. یک روز پیشتر آزاد کردن ناممکن. با قانون راست نمیآید. حیات دخترم در خطر است جناب صاحبی. میدانم و غمگینم. اما قانون است. یگان چیز از دستم نمیآید. خیر فرض کردیم که برآوردیم. رفت و در نقشه‌تون یگان خطایی برآمد و به سر آن شخص یگان کاری بیاید. آنگاه چی میشود؟ حیاتی کسبیمان ویران میشود. هممون به حبس میافتیم. اما حیات دخترم از این وابسته است جناب صاحبی. میبخشید و نجیب سردار. از دستم چیزی نمیآید. قاعده های عمومی را رعایت کنید. قاعده های عمومی را میگویید؟ سردار آرام شوید. خانم لطفاً بشینید. تمام دسته هایمان در جستجوی دخترتانند. انشاءالله او را صحت و سلامت میابیم. دختر شما را داشتیدم. مادری چی گدیم؟ کسی زنگ نزده است رفیق سردار و کسی هم پول طلب نکرده است. محترم سردار، به یادتان چیزی آمد؟ من آمدم. تنها آمدنم را میدانی. شخصی میخواسته گت را آوردن نتوانستم، اما به جایش من آمدم. تو اصلا مرا نمیخواهی مگر؟ گیر آخر مرا.
لیکن دخترم را آزاد کن. میدانم که مرا دیده ایستاده ای. مرا گیر، اما دخترم را رها کن. الو، راستش ما رو با هیجان آوردی. نمیدانستم که دخترت رو اینقدر دوست میداری. اما افسوس قایده است نجیب. چون گفته هایم رو ندونی دخترت رو نمیبینی. شخصی گفتگیت پگاه از حبس آزاد میشود. پگاه در اینجا درخواستت را بجا میارم. او را در پیش چشمانت میپرانم. فقط با دخترم دست نرسان. الو. خیر مایلش، تو یک قسم شرط من رو اجرا نکردی. منم اجرا نمیکنم. چی گفتن میخوایی؟ گوش کن، پگاه ساعت 3 در همین جای تنها بیا. در عکس حال چی شدنش رو خوب میدانی. الو الو الو. رفیق سردار، این رو کمی پیشتر کوریر به شما آورده است. بچه ها از نزد دروازه گرفتند. یگون چیزی خطرناک نیست. به فکرم به شما همچون هدیه فرستادند از شرکت بوسه حیات. خوب حلیمه، میتوانید روید. بوسه حیاتت همین است؟ تو همان حرامی نیستی که از پیرسه بوسه حیات با زور خلاص شده بودی؟ جزایت رو به هر حال خواهی دید، امروز یا فردا. عصبی نشو، خدا نکند با زخمی معده نشوی. پگاه ساعت 3 در همین جای از خاطر نبرار. همراهی فخری بیا اگر یگان بازی کردن خواهی. دفعه دیگر.
بابای رفیق سردار همسرتون زنگ میزند پیوست کنم. رفیق سردار پیوست کنم. خوب پیوست کن. الو نجیب از دخترم یگون خبر هست. چرا به زنگ هایم جواب نمیدهی؟ الو نجیب بابای گوش دارم. گفته ایستادم جانم. مشغول بودم. حاضر گپ زدن نمیتوانم. نجیب از برای خدایا دخترم رو دیگر طاقت ندارم. الو نجیب گوش دارم. کم تا سرم گرنگ اسونه. به خوابی نیست کشیدم. میدونی کو گفتگو رو دوام داده ایستاده. شما هم در خانه دعا کنید. میلش تا دیدن. اکا بخیر است. چرا ما رو به بیمارخانه خواندید؟ مرا نپرس. زیجان مرا با دقت گوش کن. از وجود این چی عضو است؟ از وجود بریده شده کنده شده یگان پارچه تکرارا چسبانیده می شود. این برای من مهم است. چقدر بریده شده؟ تو گیر این رو. اگر چیزی با جراحی چسباننده میشدگی داشته باشید شرایط‌های مناسب دارید. به فکرم محافظت کن. خوب؟ آقا چی است در داخل آن و هم از آنی کیست؟ بس گفتم بس خب اینجا نگر. یه دمتا گیر و دمتا گیر میگویم. دمتا گیر. خود انا همین خیلیش در جان. این را تنها با تو نقل کرده میتوانم. اکنون درک میکنم که چرا دوزخ بعضی ظالمان را سوزانم گفته. کفم میگفته سرچند هنوز آنها در این دنیایم. من هم حالا خود را مثل جهنم حس کرده ایستادم. تو همان پیشتر شناسیت را یک پرس. لیکن با من وعده ده که اگر درباره همان حریف یگان معلومات پیدا نمایی با من خبر میدی. خودت باشه دخالت نکن. توبت را نشکن. خوب؟ ولی نمیدانم. گفته نمیتوانم که طاقت کرده میتوانم یا نه رفیق سردار. لابه سردار درباره سردار دسته رازنون سونیر یالچینکای که هنگام عملیات بوسه حیات گریخته بود یگان معلومات پیدا کرده نتوانستیم. از روی معلومات ها در کشور نیست. شناسنامه قلبکی استفاده بردگی حریف حرامی. خوب شد.
والله نجیب سردار، اگر تو مرا به راهی راست نمی‌دراوردی کی میداند تا امروز با چندین جنایت‌های عضوی بدن فروشی سببگار می‌شدم. اگر معامله و رفتار خیرخواهانه تو نمی بود شاید از دسته عضو فروشی که من نیز به آن منسوب بودم به دست می‌افتادم. ها کجان برای چی ما اینجا آمدیم؟ فخری تو را دوست می‌دارم. این را می‌دانی؟ البته میدانم اکا جان. هنگامی صد شدنم در محبس خانه بودنم و غیر بسیار یاری رساندی. الله راضی باشد. میدانم که تو همه را دوست می‌داری. از محبس خانه تسبیح‌های زیاده که آنها را با دست خود از دانه‌های زیتون تیار نمودی روان کرده بودی. گپش نیست اکا. معقول شدگیست انشاءالله. معقول شدند. لیکن تا همین جای بود است فخری. اکا این شوخی به مناسبت آزادیم است مگر؟ بیامان اکا جان. نه فخری، حاصل نمی کنم. حاضر سببش رو به تو فهمانده نمی توانم. اما تو را کشتنم در کار. برار کسیمت را. اکا چی ها میگویی؟ و تو کسیمت را برار گفتم. به خفگی فخری، این را نمیخواستم اما مجبورم. اکا چیکار؟ سلاحت را دور فردا. پلتای کش. سلاح ندارم. گفتگیم را کن. تام خور. پایهای شیمت را بالا بردار. و تو سلاح ندارم گفتم. گفتگیم را کن. براو 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 براو. خواستت به جا آمد؟ حالا نه. پس دخترم کجاست؟ عجب پالیسی ساده بوده ای. از کجا برآوردی که من در گپا می ایستم؟ این حکایت رو میدونی؟ روز یک کشدمی آن طرفی حکایت رو میدونی؟ روز یک کشدمی به آن طرفی نهر گذاشتنی بوده است. برای این از قورباغه یاری طلب نموده است. قورباغه باشد تو را به پشتم گیرم، مرا نیش زده نمیکشی گفته است. کشدم باشد تو به من مدد میرسانی، چرا تو را نیش زنم گفته است. قورباغه راضی شده است و کشدم را پشتاره کرده به طرف دیگری نهر گذرانده است. هنگامی از پشت قورباغه فرآمدن کشدم قورباغه را نیش زده است. قورباغه مرا نیش نمیزنم گفته بودی که. طبیعت من همین است نجیب. کیفیت بازستانی تو به قدر رساندن این مسخره بازی که به من خیانت کرده بود نخواهی دانست. برای فهمیدنت در جای من بودنت لازم است. حالا نقطه آخرین انتقام مانده است. تو هم هلاک می شوی. از جایت نجوم. این
خیر شد تو؟ به خاطر آوردی مرا حریفی بیناموس. نام حاضرت چیست؟ تانر یا که تنخو؟ پرتا سلاحت رو که سرت را تکه و پاره میکنم. شد تو نمرده بودی؟ تو سردارم را چی فکر کردی؟ این در تنم بودگی ها رو خون خیال کردی مگر؟ فیلم برابر گرفته لعنتی ها. نمد را گیرخیز میرویم. والله رفیق سردار، نقشم خوب بود. تپانچه خونی بدنم، سلاحی بسمکم موندگیتان هم عجایب بوده استه. بله. من نقش خود را چون اکتیار خوب بازیدم سردار. شد فخری شد بس. خوب سردار. آخران بار میپرسم دخترم نوربانو کجاست؟ ساعت چند شد؟ با سوالم جواب ده میگویم. ساعت چند بودنش رو با من گویید. شاید معلوماتی میگفتگیم به شما فایده ای آورد. وگرنه دخترت میمیرد. روح رزیل، تو چه خیلی آدمی بستی گبزان. تیمور لازم نیه. بچه بودن ساعت چه رو من ظاهر میکنی؟ ساعت 3:40. خوشگل محول شد. گوش کنید، هیچ کار کرده نمیتوانید. این را تو نمیدانی. میبخشید چون که در نقشم کمبودی بودنش رو نیز به حساب گرفته بودم. اگر من ساعت 4:20 در طرفخانه فنر گاستینی نشوم، شریکم حتما دخترت را گرفته میکشد. میفهمی؟ بسیار خود باور نشو. اینش کار شما به من فرقی ندارد. مهمش این که دخترت در دستی من است. یگیت. آره، در زیر نظارت است. سلاح نیست در جایش. تو زیر نظارت هستی، زیر سلاح نیست. اگر اگان نامعقولی کردن شوی چی شدنش رو میدونی؟ میدانم که شریکم دخترت رو به قتل میرساند. نمد رو گیر. سلام علیک. یگیت چی نامعقولی هست؟ آواز کن شد. یگیت
دوره گم شوه حالا یکی اول طرف از کجای عقب گریخت و ماشین سوار شد رقمش را دیدن نتوانستم یگید حالا یگید از دست دادم رای سردار چی شد؟ از دست دادم باز چی گپ؟ یگان خبر هست؟ حاضر وقتی نیست الو عجبا یگان واقعا رخ داده باشد خیلی خشمگین و عصبانی بود یا که یگان بدبختی شده باشد آنچه جا یا که دخترم را اپا شاید هنگامی زنگ زدنتان با کاری بند بودن چند سال شد حال هم عادت نکرده اید مگر و تو گفتن آسا دختری مرا دزدیدن با چشمانم دیدم که چقدر عذاب میکشد به نوار گرفتن اپا من هم شوهرم رو از دست دادم نصف جانم رو گرفتند من شما رو میفهمم اما کمی با صبر بودن لازم بچه چیکار ده؟ اوه اکا اجدر تو در این جای ها؟ سرزاله نکن مرا گوش کن همین لایه نمیشناسی؟ میدونی که خاطره ما بعدی کادر ضعیف شدگی چخیلی که به خاطر آوردن نتوانسته ایستادم اکا چخیلی که برآوردن نتوانستم میبخشیده؟ میبخشم همشم میبخشم به یاد آرین لاین را این حرامی را برای تو 1 دقیقه بعد در روحت فاتحه میخونم اکا تو اونجای گفتنی یک تاش بود بعضا با اینجا با قمار بازی می اومد اما 6-7 ماه است که نمی آید با اون مانندو اما دلپور نیستم دلپور میشدی خوب میشد یا که ریزه ریزه میکنم و این را از آن گوشت کلانی پایه هایت سر میکنم این حرامی را از کجا یابم اکا مبادا این را یکون کس داند او را اکا حقی میشناسد اسمتی اسمتی آدم آزار وای اجدر بیگ السلام علیکم وقت بسیار ندارم چخچخ یگان وقتی دیگر میکنیم همین تونجای گفتگی یک حریف بوده است از کجا یابم او را؟ کدام تونجای؟ که بهش روان کرد تو را میدانسته ای نه همین با خیر است بینقی مرا مجبور نساز حالا هم تو را حرمت میکنم 2 کلمه گپ سراغه را ده بس این دیگره دیده و دانسته آدم را از دست دادیم شرم نمیدارد مگر شرم داشتنتان لازم
لابا اشتر انا همین است. رفیق سردار نام دیدبانی که امان رو سوزنده بودم تونجای بوده است. اینجا سراغای دوستش با یک امچه میزیسته است بی ناموس. نام امچه باشد سلده. این سلده اما زنی که تنویس نباشد. انسان باید نسب داشته باشد همینطور نی؟ خوب یک نقشه دارم. اجدر یاریت لازم است. خوب تیمور تو از پروکورور اجازت نامه گوشکنی رو بگیر. بعد به اداره رفته از من خبر رو انتظار شو. تعقیب تکنیکی رو آماده ساز. خوب رفیق سردار. السلام علیکم. تونجای در خانه است؟ کی؟ تونجای؟ بله. این خلقت رو نمیشناسم. شما خیالم خطا کرده اید. شاید خطا کرده باشم. درست است. اما اگر به اینجا بیاید بگویش که من از کارهای او باخبرم. که بودنم رو پرسد با او با بنزین آتش میزدگی آدم میگویی. گشی نمیشناسید. خیر باشه. الو تونجای یک کس آمده تو رو پرسید. نمیدونم کی بود. لابه تیمور. رفیق سردار جای آدمی با تلفن موبیلی بازن صحبت کرده رو معین ساختیم. عالی جناب. در حال دسته رو آماده ساز. نیم ساعت پس آنجاییم. ما نیز می رویم. خوب شده است. کنی سراغه رو گوی. پلیس در را کشاید. وگر نمیشکنیم بلا سند تونجای در بیرون پلیس. چیکار میکنیم؟ زیر دیوان گریزگاهی پنانی است. تو بانجارا دختر رو چی؟ تو رو زود باش. کسی نیست. الویدا دخترکی شیرین. دخترم جانکم. دختر جان تو گم میزنی. کنی دولت رو کشو. شکر الله. مارا تنها نگذار. گم میزنی دخترم. گم میزنی. شکر الله. محترم سردار یاری تجدید راجع زدن در کار در درون همان دخترک احوالش خیلی وزنه. چک دیم. من میترسم.
янгаҷон бас охир боз камтари дигар духтаракро буғӣ мекунед. دختر جونکی من خدا تو را به ما باز گردان. بچه‌جان ببخش مرا. احوالت خوب است؟ در این کار من هم گناهکارم. من دروغ گفتم، اسیر بوالهوسی هم شدم. میلش بچه جون، دروغ گفته باشی شاید عیبی ما هم هست. مادر جان بیاید این رو تولدی نویسابیم. البته جونکم. دادم فقط میگفتن که با بودش اگر شکر کنی حتما نعمت افزون شود. اما با شرطی که رفتاری درست و قولی راست داشته باشی. دادم هم میخوام میگم که چی دادم باز در کارن مگر؟ نمیدونم دخترکم. اگر خواهی از خودش پرس. از شما رو یاد کرده استاده بودیم. دستتون چی خل داده؟ ماکس کنیگر این چیست؟ این برای تو. آی دادا جونی من از کجا فهمیدید که با من همینش معقول است؟ تو ای طرف شما و کار من است. چقدر زیباست. رانا با من نگر. اینها رو در گازه باز چاپ نکنی. آها نشر نمیکنم رفیق سردار. چی با من باور نمیکنید مگر؟ چی گدیم چخیل است؟ هر دو گرده چیکدیم رو گرفته بودند. حالو هم خف دارد. اما احوالش بهتر شده ایستاده است. گرده هایش را نفروخته به دست آوردنتون خیلی خوب شد. یکی از گرده ها ضرر زیادی دیده است. شکر که دیگرش را با جراحی به جایش موندیم. اکا زبانی آوردهتون از چیکدیم. جناب لقمان با جراحی به جایش دوخت. برای مثل پیشتر شدنش وقت لازم اما صحت می‌یابد انشالله. لیکن اگر باز کمتر دیر می‌موندید شاید چیکدیم در حیات نمی‌بود. خدا از شما راضی باشه. چند روز است که خواب را ندیدید. دخترم را یافته. نمیدونم چی گویم. خدا به مرادتان رساند. کوشش کردیم که وظیفه‌مون را اجرا نماییم. ما برای همین زنده ایم. مبارزه ما برای زندگی است.